سلام، آغاز سال نو میلادی مبارک. هر سال واسه شروع سال نو میلادی همه مردم شهر دنیزلی اینجا توی میدون اصلی شهر یعنی میدون خروس دور هم جمع میشن و شروع سال نو رو اینجوری جشن میگیرن. این آقا هم که هندزفری گذاشته بود تو گوشش رو داشت واسه خودش آهنگ گوش میداد و میرقصید. همچنان در حال رقص هستن. و تا چند لحظه دیگه شمارش معکوس شروع میشه و سال نو میلادی مبارک. آرزو به فنا رفتی، اون آرزو تو درخت گیر کرد. این آرزو خیلی داره تلاش میکنه که خودشو نجات بده و به آسمون میره. اینه بله، آرزوی رو ببینیم که خودشو نجات داد و به آسمون رفت. باران حقیقی داشتم. خوشحالی؟ یه دونه تبریک به ترکی بگو. تبریک سال نو. 2024 herkese kutlu olsun. اینم دوستان افغانمون هستن که دارن اینجوری واسه خودشون جشن میگیرن و شادی میکنن و خیلی باحالن. خب اینم چند تا عکس یادگاری از اون شب. ممنونم که با این ولاگم همراهمون بودید. امیدوارم امسال هر کی هر آرزویی داره به آرزوش برسه. تا یه روز دیگه و یه ولاگ دیگه. خدا نگهدار.